داستانم را از کجا شروع کنم؟ مذاکره با خاطرات کار آسانی نیست. چطور می شود انتخاب کرد بین آنهایی که نفس نفس میزنند تا بازگو شوند و آنهایی که تازه دارند پا میگیرند و آنهایی که هنوز هیچی نشده چروک خورده اند و آنهایی که کلام آسیابشان می کند و تنها گردی ازشان باقی می ماند. یک چیز را مطمئنم، ننوشتن درباره پدرم توانی ذهنی می طلبد که من یکی ندارم. تمام افکاری که پدرم درشان حضور ندارد به نظرم تنها حقه هایی هستند که ذهنم سوار می کند برای اینکه از فکر کردن به او اجتناب کنم. و اصلا چرا باید اجتناب کنم؟ پدرم مرا به خاطر صرف وجود داشتنم مجازات کرد و حالا نوبت من است که او را به خاطر وجود داشتنش مجازات کنم. یر به یر.